اینجا در روم همچنین اون رخداد متأثر کننده‌ای به وقوع پیوست که طی اون آفریننده یک جهان چندین ساعت رو صرف برگردوندن یک کودک گم شده به مادر مضطربش کرد. این بچه کوچیک از منزلش دور شده بود و عیسی اون رو در حالی که با درماندگی گریه می‌کرد پیدا کرد. او و گنی در حال رفتن به کتابخانه‌ها بودند، اما خود را وقف بازگرداندن کودک به خونه کردند. گنید هیچ وقت این گفته عیسی را فراموش نکرد. می‌دانی گنید بیشتر موجودات بشری مثل کودک گم شده هستند. اونها بخش اعظم وقت خود رو در ترس و گریه، در رنج و اندوه سپری می‌کنند، در حالی که در حقیقت از سلامتی و امنیت فقط فاصله اندکی دارند. حتی به این گونه که این کودک فقط قدر کمی از خانه فاصله داشت و کلیه اونهایی که راه حقیقت رو میشناسن و از اطمینان شناخت خداوند بهره مند میشن باید این رو یک امتیاز تلقی کنن، نه یک وظیفه، که در تلاش‌هایشون برای یافتن رضایت از زندگی هم نوعانشون رو راهنمایی کنن. آیا ما در این کار بازگردوندن کودک به مادرش به اندازه زیاد لذت نبردیم؟ به همین ترتیب اونهایی که انسانها رو به سوی خدا هدایت میکنن رضایت فوق‌العاده خدمت به انسانها رو تجربه میکنن. و از اون روز به بعد گنید برای باقی مونده زندگی طبیعی خودش به طور مداوم در جستجوی کودکان گمشده بود که بتونه به خونه هاشون برگرده. بیوه‌ای بود که 5 فرزند داشت و شوهر اون به طور تصادفی کشته شده بود. عیسی درباره از دست دادن پدر خودش که در اثر تصادف جونش رو از دست داد به گنید گفت و اونها بارها رفتند تا این مادر و فرزندانش رو تسکین بدن. ضمن اون که گنید برای تأمین خوراک و پوشاک اونها از پدرش درخواست پول کرد. اونها از تلاش‌های خودشون دست بر نداشتند تا اینکه برای پسر بزرگتر کاری پیدا کردند، طوری که اون تونست برای مراقبت از خانواده کمک کنه. اون شب همینطور که گناد به بازگویی این تجارب گوش میداد، با خوشرویی به عیسی گفت: من قصد دارم از پسرم یک دانشمند یا یک تاجر بسازم و حالا تو شروع کردی از اون یک فیلسوف یا آدم نیکوکار بسازی. عیسی با لبخند پاسخ داد: شاید ما اون رو هر 4 تا بسازیم. در اون صورت همینطور که گوش اون برای شناخت ملودی بشری قادر خواهد بود به جای یک صدا 4 صدا رو تشخیص بده، میتونه از یک رضایت 4گانه هم در زندگی بهره مند بشه. بعد گناد گفت: من میبینم که تو واقعا یه فیلسوفی. تو باید برای نسل آینده کتاب بنویسی. و عیسی پاسخ داد: یه کتاب نه. مأموریت من اینه که در این نسل و برای تمامی نسل‌ها زندگی کنم. من اما متوقف شد و به گنید گفت: پسرم، وقت اونه که دست از کار بکشیم. عیسی، گناد و گنید به 5 سفر به دور از روم به نقاط مورد علاقه در مناطق اطراف دست زدند. در دیدارشون از دریاچه‌های شمالی ایتالیا، عیسی در رابطه با غیر ممکن بودن آموزش دادن به یک انسان درباره خداوند، اگر اون انسان مایل نباشه خداوند رو بشناسه، گفتگوی طولانی با گنید داشت. اونا ضمن سفرشون به سمت دریاچه‌ها یک بیدین نابخرد رو به طور تصادفی ملاقات کردند و گنید شگفت زده شد که عیسی عادت معمولش رو در انجام گفتگو با اون مرد که به طور طبیعی به بحث پیرامون پرسش‌های معنوی راه می‌برد دنبال نکرد. وقتی که گنید از آموزگارش پرسید چرا اون علاقه خیلی کمی به این فرد بیدین نشون داد، عیسی گفت: گنید، اون مرد گرسنه حقیقت نبود. اون از خودش ناخشنود نبود. اون برای درخواست کمک آماده نبود. چشمان ذهنش باز نبودن که برای روانش نور دریافت کنن. اون مرد برای برخوردار شدن از نجات آماده نبود. باید به اون وقت بیشتری داده بشه تا آزمون‌ها و دشواری‌های زندگی اون رو برای پذیرش خرد و یادگیری بالاتر آماده کنه. یا اگه میتونستیم به اون اجازه بدیم با ما زندگی کنه، ممکن بود از طریق زندگیمون پدر آسمانی رو بهش نشون بدیم و به این ترتیب اون به واسطه زندگی ما به عنوان فرزند خداوند چنان جذب میشد که ناگزیر میشد درباره پدر ما پرسجو کنه. تو نمیتونی خداوند رو به اونهایی که در جستجوی اون نیستن آشکار کنی. تو نمیتونی روانهای بیمیل رو به لذتهای نجات رهنمون بشی. انسان باید در نتیجه تجارب زندگی گرسنه حقیقت بشه، یا باید در نتیجه تماس با زندگی اونهایی که با پدر آشنا هستن آرزوی شناختن خداوند رو داشته باشه، قبل از اون که یک موجود بشری دیگه بتونه
به عنوان ابزار هدایت چنین انسان هم نوع به سوی پدر آسمانی عمل کنه. اگر ما خداوند رو بشناسیم، کار واقعی ما در زمین اینه که چنان زندگی کنیم که به پدر اجازه بدیم خود رو در زندگی ما آشکار کنه و به این ترتیب تمامی اشخاص جوینده خدا پدر رو خواهند دید و در آگاهی یافتن بیشتر پیرامون خدا که به این گونه در زندگی ما جلوه‌گره از ما تقاضای کمک میکنن. در دیدار از سوئیس در بالای کوه‌ها بود که عیسی یه روز کامل با پدر و پسر هر دو درباره بودایسم صحبت کرد. یعنی بارها پرسش‌های مستقیمی درباره بودا از عیسی پرسیده بود، اما همیشه کم و بیش پاسخ‌های گریزجویانه‌ای دریافت کرده بود. حالا در حضور پدر از عیسی یک پرسش بی‌پرده درباره بودا پرسید و یک پاسخ صریح دریافت کرد. گناد گفت: من واقعا مایلم بدونم که تو درباره بودا چه فکری میکنی؟ و عیسی پاسخ داد: بودای شما خیلی بهتر از بودایسم شما بود. بودا مرد بزرگی بود، حتی برای مردمش پیامبر بود، اما اون یک پیامبر یتیم بود. منظور من اینه که اون در همون اوان از پدر معنوی خودش، پدر آسمانی، نظر برداشت. تجربه اون سوزناک بود. اون تلاش کرد که به عنوان یک پیامبر خداوند اما بدون خداوند زندگی کنه و آموزش بده. بودا کشتی نجات خودش رو درست تا لنگرگاه امن، درست تا ورودی بندرگاه نجات بشری هدایت کرد و در اونجا به دلیل نقشه‌های خطاآمیز ناوبری کشتی نیک به گل نشست. این کشتی این نسل‌های زیاد رو در اونجا رها کرده، بی حرکت و تقریبا ناامید به حال خودشون رها کرده و لذا خیلی از مردم شما در تمامی این سالها اونجا موندن. اونها در فاصله قابل شنیدن آبهای امن سکونت میکنن، اما از وارد شدن امتناع میکنن، چون کشتی با عظمت بودای خوب درست خارج از لنگرگاه با بداقبالی توقف مواجه شد و مردمان بودایی هرگز وارد این لنگرگاه نمیشن مگر اینکه کشتی فلسفی پیامبر خودشون رو ترک کنن و روح شریف اون رو به دست بیاورن. اگر مردم شما نسبت به روح بودا وفادار مونده بودند، مدت‌ها بود که به بندرگاهتون در زمینه آرامش روح، آسایش روان و اطمینان از نجات وارد شده بودید. می‌بینی گناد، بودا خدا را در روح میشناخت اما نتونست اون رو به روشنی در ذهن کشف کنه. یهودیان خدا رو در ذهن کشف کردن اما در حد زیادی نتونستن اون رو در روح بشناسن. امروز بودایی ها در فلسفه‌ای بدون خدا دست و پا میزنن، در حالی که مردم من به گونه‌ای تأسف آور برده ترس از یک خدا بدون یک فلسفه نجات بخش زندگی و آزادی هستند. شما فلسفه‌ای بدون یک خدا دارید، یهودیان یک خدا دارن اما تا حد زیاد بدون یک فلسفه زندگی، بدون گونه که به اون مربوطه می باشن. بودا بعد از اینکه نتونست خدا را به عنوان یک روح و به عنوان یک پدر ببینه، نتونست در آموزش‌هاش انرژی اخلاقی و نیروی معنوی انگیزاننده‌ای رو فراهم کنه که یک مذهب برای تغییر یک نژاد و متعالی کردن یک ملت باید دارا باشه. بعد گنید بانگ زد: آموزگار، بذار من و تو یک مذهب جدید بسازیم، مذهبی که برای هند به قدر کافی نیک، برای روم به قدر کافی بزرگ باشه. شاید هم بتونیم اون رو برای یهودیان با یهوه مبادله کنیم. عیسی پاسخ داد: یعنی مذاهب ساخته نمیشن. مذاهب انسانها در ادوار طولانی زمان رشد میکنن، در حالی که آشکارسازی های خداوند در زندگی انسانهایی که خدا رو برای هم نوعانشون آشکار میکنند در زمین به ناگاه پدیدار میشه. اما اونها معنی این سخنان پیشگویانه رو درک نکردن. اون شب بعد از اینکه اونها از کار دست کشیدن، گنید نتونست بخوابه. اون مدت طولانی با پدرش گفتگو کرد و در نهایت گفت: پدر، میدانی من گاهی اوقات فکر میکنم که یوشع یک پیامبره. و پدرش فقط با خواب‌آلودگی پاسخ داد: پسرم، دیگران هم هستن. از این روز گنید برای باقی مونده زندگی طبیعیش به شکل دادن یک مذهب خودش ادامه داد. اون در ذهن خودش به گونه‌ای نیرومند تحت تأثیر ضمیر روشن، انصاف و بردباری عیسی قرار گرفت. این مرد جوان در تمامی بحث‌هایشون پیرامون فلسفه و مذهب هرگز احساسات رنجش یا واکنش ستیزجویانه رو تجربه نکرد.
چه صحنه‌ای برای نظاره موجودات هوشمند آسمانی به وجود اومد. این منظره که یک نوجوان هندی به آفریننده یک جهان پیشنهاد کنه که اونها یک مذهب جدید بسازن و گرچه مرد جوان نمیدونست اونها درست در اون هنگام همونجا در حال ساختن یک مذهب جدید و پایدار بودند. این راه جدید نجات، آشکار ساختن خداوند به انسان از طریق عیسی و در او. اون چی رو که پسر جوان بسیار خواهان انجام اون بود، در واقع به گونه ناخودآگاه داشت انجام میشد و این گونه بود و همواره این گونه هست. اون چرا که تخیل روشن و اندیشمندانه بشری که دارای آموزش و راهبری معنوی با دل و جان و عاری از خودخواهی میخواد انجام بده و باشه، مطابق درجه وقف انسان و انجام الهی خواست پدر به گونه قابل اندازه‌گیری خلاق میشه. وقتی که انسان با خداوند همکاری میکنه، چیزهای بزرگ میتوانند اتفاق بیفتن و قطعا اتفاق میفتن.